ترسو نباشید، خطرناک زندگی کنید. آدمی که ریسک قبول نمیکنه، آدمی خطر قبول نمیکنه، هیچ پیشرفت نمیتونه. فکر کو، مشورت کو، خدا به خدا بسپار، شروع کن. ترسوگک نباش، لرزان نباش، با جرأت باش در زندگی. این زندگی جای آدمای ترسو نیست. کسایی که ترس داره مبادا شکست بخورم، مبادا تاوان کنم، او پسمان است. او هیچ وقت پیشرفت کرده نمیتونه. بنان دوستای از نازنین، مانای از این نیست که همه تو چشم خود بندازیم هر کار دل ما شد بکنیم. نه، بیعقلی کت خطر قبول کردن فرق داره. خطر قبول کردن هدف ما است که از فکرت کار بگی، از منطقت کار بگی، مشورت کو، سنجش کو، طول و ترازو کو، سبک سنگین کو، باز یک کار دیگه شروع کو. ولی تو دو دلک باشی که حالا چطور میشه چنان میشه،